هر کاری میکنم نمیتونم اولین شنامو انجام بدم. این اوکیه پسر، هر کسی از یه جایی شروع میکنه. من به 2 تا حرکت میخوام بگم که با اونا بتونی اولین شناتو انجام بدی. آره حتما، خیلی خوشحال میشم کمکم کنی. حرکت اول نگاتیو پوشاپه. به این صورت که از بالا سعی میکنی خیلی آروم بیای پایین، وقتی اومدی رو زمین زانوتو میذاری زمین و بلند میشی. به این صورت دوباره این حرکت رو تکرار میکنی 4 ست 6 تایی. این حرکت خیلی خوبیه، میتونم باش قدرت بدنیمو ببرم بالا و همزمان عضله بسازم. آره دقیقاً همینطوره. حرکت دوم اینکلاین پوشاپه. پس تو یه سطحی میاری که ارتفاع داشته باشه تا این حرکت رو برای تو آسان‌تر کنه و تو این حرکت رو میتونی 4 ست 12 تایی انجام بدی. این خیلی هوشمندانه است چون ارتفاع هم بالاست و باعث میشه این حرکت آسان‌تر بشه. و چیز جالبی که در مورد این وجود داره، وقتی این حرکت برات آسون میشه تو میتونی ارتفاعشو بیاری پایین‌تر و به این صورت شناتو انجام بدی تا دیگه به نقطه‌ای میرسی که تو دیگه به این نیاز نداری، اونقدر قوی میشی که خیلی راحت میتونی روی زمین شنات رو انجام بدی. من خیلی ازت ممنونم، تو خیلی بهم کمک کردی. من حتما برای آموزش‌های بیشتر پیج تو رو فالو میکنم.